بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما و همکاران محترم. خب جا داره تبریک ویژه بگم به کادر فنی و بازیکنانم که با تمام وجود کار کردن، زحمت کشیدن و یک هدیه با ارزش به مردم شهر بابک دارن. خدا قوت و خسته نباشید بهشون میگم. بازی بسیار خیلی خوبی بود. خب دست کرمانشاه یکی از تیم‌های با کیفیت لیگ امسال هست. می‌دونستیم کار سختی پیش رو داریم و تمام تلاشمون این بود که سه امتیاز بازی رو بگیریم. برنامه‌ریزی کردیم و هدف گذاری کرده بودیم که به بازیکن‌هایی که میتونیم بزنیم به تیم حریف موقعیت گل درست کنیم که خدا رو یه گل زدیم و چندین موقعیت هم که به دست آوردیم و راحت از موقعیتی که به دست آوردیم به راحتی گذاشت، ولی در مجموع خدا رو که سه امتیاز بارزش از تیم خوب به‌حساب کرمانشاه گرفتیم. خب آقای شبا سلام، خسته نباشید. می‌خواستم بدونم که دلیل از دست دادن موقعیت‌های متعددی که شما از دست دادین چی بوده و تو این فوتبالی که واقعا موقعیت کم ایجاد میشه شما موقعیت‌های متعدد ایجاد کردید که حتی آخر بازی هم فکر کنم تحت فشار قرار گرفتید. قطعا همینه. خب ما تمرینات ویژه که روی قضیه داشتیم و تیمون طوری در بازی می‌کنه که موقعیت به دست میاریم. حالا ضربه آخر که دقت در اون نیست، حالا میتونه به حالا خستگی بازیکن یا کیفیت زمین یا این اتفاقات هست. در هر صورت امروز مهاجمین ما همین که موقعیت درست میکنن و در نزدیک دروازه حریف میرن و ایجاد موقعیت میشه در اصل ممنونشون هستم، ولی ان شاءالله که این ایراد از طرف من و کادر فنی هست و بیشتر روی قضیه کار کنیم که موقعیت رو به راحتی از دست ندیم. امروز هم طرفدارای کرمانشاه با اینکه بازی رو باختن فقط تیم خودشون رو تشویق کردن، یه جو پرشور رو ایجاد کردن. خب من فکر کنم تماشاگران کرمانشاه با عشق و علاقه‌ای که به فوتبال دارن و پر انرژی اونها تیمشون رو تشویق کردن و حمایت کردن از تیمشون، در هر صورت ناامید نباید باشن. مطمئنا این تیم به حساب کرمانشاه یکی از تیم‌های خوب امسال هست و مطمئنا به بازی‌های بعد قطعا امتیاز خواهد گرفت. آیا شباب بازی بعد شما مقابل چه تیم هست و الان با این سه امتیازی که کسب کردین رتبه دوم جدول هستین؟ برنامه‌های شما برای ادامه لیگ چی هست؟ خب ما بازی به بازی پیش میریم و با همین قدرتی که تا الان کار کردیم ادامه میدیم و بازی تو لیگ ما بازی با نساجی داریم و هفته آینده البته جام حذفی با فرج سپاسی داریم سیوم و در لیگ با تیم خوب نساجی که مدیریان لیگ هست بازی به اصطلاح سختی در پیش رو داریم در شهربانی. ان شاءالله که بچه‌ها با قدرت کار بکنن که بتونیم شرمنده هواداران بشیم. و سوال آخر این که شما به عنوان مربی که چند سال تو لیگ یک دارید مربیگری می‌کنید، سطح کیفی مسابقات رو نسبت به سال‌های گذشته چطور می‌بینید؟ خب ببینید فوتبال الان تقریبا شرایطی شده که نیاز به زمین با کیفیت داره. متأسفانه تو خیلی از شهرهای زمین‌ها با کیفیت نیستن و قطعا تیم‌ها اذیت میشن و رو میارن به بازی مستقیم و روی بازی مستقیم اتفاقاتی که میتونه رقم بخوره به گل برسن، ولی ما خودمون تیمون طوری رفتار میکنه که نیاز به زمین با کیفیت داریم و این میتونه تاثیرگذار بشه. قطعا امسال به اصطلاح توی لیگ دست اول حالا نساجی که با کیفیت تیم هست، تیم‌های سایپا، تیم هوادار، همین خود به حساب کرمانشاه و تیم‌هایی که میتونن مدعی باشن خب با کیفیت هستن و بازیکنان با کیفیت دارن. در هر صورت توی فوتبال میگم بحث یک مسافت هست، فکر کنم ایام باشون هستی که یک بحث لوجستیکی از کار سخت می‌کنه و بحث دوم بحث هم کیفیت زمین و مجموعه ورزشگاه‌ها. من فکر کنم استان کرمانشاه میتونه ورزشگاه بهتری داشته باشه. در اصل تماشاگرها حقشون هست که توی ورزشگاه شیک‌تری بازی رو ببینن.